حرفای این حیوان رو گوش کنید، این حیوان تجزیه طلب رو گوش کنید. برگردیم با شما کار دارم. Başı basıpsan bütün kara, götür eşiklədi. Götürmən xəbərim yoxdur. 2 həftə bundan qabaq eşik sarıqlar yox. Nəzir qeydiyyatını qəbul edir. Mən də deyirəm, bağlıqdır, Allah bağlı salam, Allah nə hələt eləsin biləsin. Ta zaman iki faslar təhlər sayacaq, namusunu saxlamayan gəlib İranı saxlayamaz. Mənim namusumu, sənin namusunu saxlayamaz. Oturun yer üzrə. Ezad servis o işdə 25 min nəfər Türkün başını kəsib. Bu binamusun dədəsi, böyük babası 70 min nəfər cavanlarımızı, Türk cavanlarımızı avari xiyaban edibdi. Və indi nə danışsan deyirsən, Türk dilində kitab olsun. Mən sən bunu sən deyəm, bax. O zaman nə mənə kitablar kim otladı? Bu binamusun dədəsi otladı. Dəstur verdi. Dedi, nə mənə Türk kitabları vardı, yazdı, dolayı otluyor. حرف این حیوانو گوش دادین؟ با حرف این حیوان افتادیم به جون هم. یه پست گذاشتم نزدیک 10,000 تا پیام اومده، فقط به هم دیگه دارین فوش میدین. خجالت نمیکشید شما؟ با حرف این حیوان فارس و ترک و بلوچ افتادن به جون هم. این حیوان بی سواد ناآگاه که خودش تبعیضی حساب میکنه، بی شرف آذربایجانی‌های اصیل همشون ملی‌گرا هستن. 25 سال من تبعیض زندگی کردم. حیوان، مگه تجزیه طلبی تو ایران جرم نیست؟ برای چی پرچم واکنش زدی بالای پیج؟ بی شرف. خودت مأمور اطلاعات هستی، آمار رو در آوردن. بی شرف بلا حکومتی. کثافت. بی شرف. مگه استالین مگه پیشوری نوکر استالین نبود؟ بیشرف الانم علی خامنه‌ای موشلی نوکر روسیه است، یه نوکر پوتین دیگه. چه فرقی میکنه؟ ما تاریخ نمیدونیم، ما تاریخ نخوندیم. بیشرف. کتابی که نوشته شده تو مطلبی که تو گوگل میزنی میخونی همش مال مجاهدین خلقه. حالا اینو گوش دادین، حالا گوش کنین. یه باسواد تبریزی هم ویدیوشو میذارم گوش کنید. چون ما قبل از اینکه فرقه دموکرات تأسیس بشه اسمشو گذاشته 6 ژوئیه 1945 دی آخر جنگ. دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست با امضای استالین. من اینو گذاشتم تو این اینستاگرام، شاید شما بعداً من این مدارک پیدا کردم، اولین بار به فارسی ترجمه کردم. حکم میکنه استالین با امضای استالین هست، اسمن رسما به اسم دفتر سیاسی، خب طبیعتا مال خودشه، این دکون خودشه. حکم میکنه که ولایات شمالی ایران، آذربایجان، کردستان، گیلان و غیره باید حکومت‌های تجزیه طلب قاطی هم کرد، تجزیه طلب و خودمختار. آذربایجان اول آذربایجان مهم، زبان خیلی مهمه، روی زبان باید فشار بیاری. همه دادگاه‌های ارمنی‌ها به ارمنی، آسوری‌ها به آسوری، کردها به کردی، ترک‌ها به ترکی. مطبوعات از باکو میره، چاپخونه از باکو میره، پول از باکو میره. برنامه اینجاست. استالین این آمار به کی نوشته؟ استالین اینو دو تا ببین از این اگر چشم اندازو ببینید هست. کپی نامه هم هست. این فرمان در 2 نسخه نوشته تایپ شده. مضمونش همونه، مخاطباش کمی فرمان. مضمون همونه. عیناً دقیقاً میگه که چیکار بکنید. خیلی جالبه. این آخر 45 که ژوئیه 45 حکم میکنه. بعد از این حکم که 21 آذر میشه، خیلی بعد 4-5 ماه 6 ماه بعد منتهای مراتب سپتامبر همون سال به دنبال این فرقه دموکرات تشکیل میشه. اتحادیه کارگری درست میشه. حزب حتی اسمش یعنی استالین انتخاب کرده بوده. میگم 4 ماه قبل از اینکه فرقه دموکرات تأسیس بشه اسمشو گذاشته. فرقه دموکرات برای چی؟ برای اینکه اون زمان جنگ کلمه دموکرات خیلی مجریش کی هست؟ رئیس حزب کمونیست آذربایجان شوروی آقای قلی میر جعفر قلی تو جعفر با هم دیگه یکیشون. مجری اونه، برنامه از مسکو، مجری اونه، دستور به سید جعفر پیشوری اونم جمع میکنه. فرقه دموکرات درست میکنه. عیناً با همون برنامه، با همون چاپخونه ها، با همون ماشینایی که پولی که از اونجا اومده و زیر سایه ارتش روسیه که تا بهار سال بعد تو ایران بوده.